بسم الله الرحمن الرحیم. میم در درس 11 مضمون الجبر صنف دهم درس 11 بخیر میخوانیم. در درس دوم یک مروری کنیم که در درس دوم چی چیزا را خواندیم، یعنی و در درس 11 چی چیزا را میخوانیم. در درس دوم ما خواندیم که تابع همیشه وقت گرافش رسم میکنیم در نقطه مرکزی یا در نقطه صفری محور کمیات وضعیه هیچ وقت قرار داشته نمیتونه. وقتی میتونه یک گراف y مساوی x مربع را گفتیم میتونه به استثنای y مساوی x مربع اگر کدام عدد جمع شوه نمیتونه که در نقطه صفری محور کمیات وضعیه جمع شوه. خب پس وقتی که جمع شده نمیتونه، طبعا در این نقطه رسم شده نمیتونه، جمع شده نمیتونه، حتما طرف دیگه میره که نمی طرف دیگه کدام طرف اگر حرکت کنه گیره به نام انتقال نام میدیم. ما انتقال به دو بخش تقسیم کردیم، یک انتقال عمودی گفته میشه، یک انتقال افقی گفتیم. انتقال عمودی را گفتیم که به طرف بالای محور y یا پایین محور y حرکت میکنه، در صورت که علامه مثبت باشه طبعا به طرف بالا و به طرف اگر علامش منفی باشه به طرف پایین. و انتقال افقی را گفتیم در صورت که علامش مثبت باشه به طرف چپ علامش، و اگر علامش مثبت اگر علامش منفی باشه باز به طرف راست انتقال میکنه. مجموعه گفتیم بر علاوه انتقال افقی عمودی داخل بر شما یک کیفیه هم رسم کردم در درس دهم. گفتم در صورتی که تابع هم موجود شده میتونه که هم انتقال عمودی داشته باشه هم انتقال افقی داشته میتونه. اینم گفتیم که انتقال افقی عمودی همزمان هم بالای یک تابع وارد میشه، یعنی امکان داره. سوال هم حل کردیم. یک چیزی یادآور شدم بر شما که سوالی که ما حل کردیم یعنی سوال جرشتگی بود، آماده بود که شما حل کنید، تنها قیمت گذاری کنید. اما در امتحانات شما ممکن است در جایی که شما برخورد میکنین گرافیک رسم میکنه امکان 90% امکان داره که شما سوالا ترتیب ناشده باشه، تنها سوال باشه، نگویا که شما انتقال عمودی شه و یا انتقال افقی شه محاسبه کنید. و ما سوالی که قبلا کار کردیم آماده بود. حالا ما شما سوالی را کار میکنیم که آماده نیست. یعنی ما در درس دوم یک چیز دیگر از صنف نهم یادآوری کردم که ما چه قسم میتونیم یک تابع را آماده، یعنی به شکل مربع، کل مربع. حالا وقتی که میگم کل مربع طبعا شما میفهمید که کل مربع به خاطر کل مربع میسازم که تابع ما به شکل انتقال افقی شما بیافم. تابع را به شکل انتقال افقی شما بیافم که به طرف محور x خواه به جانب راست باشه چپ باشه چقدر انتقال میکنه. و اگر در صورتی که اگر کم شده، یعنی وقتی که ما کل مربع را انکشاف میدیم اگر کم شد ما میگیم جمع میکنیم یک عدد، و در صورتی که عدد اضافه شد طبعا که چی میکنیم؟ تفریق میکنیم. خب ما شما در درس 11 در درس 11 ما شما پیش از اینکه بریم عناوین بعدی را بخوانیم باقی مانده سوال را کار میکنیم یا سوال را کار میکنیم که ترتیب ناشده است از گراف تابع انتقال افقی و عمودی، البته ترتیب ناشده. بیاین سوال نوشته کنیم. اگر y مساوی باشه سوال امو سوالی را من نوشته میکنم که قبلا ما انکشاف دادیم، خوب است که امو سوال نوشته کنیم. داشتیم x مربع مثبت 6x مثبت 6. خب طبق معمول ما کار میکنم که این را باید به شکل کل مربع تبدیل کنم. به شکل کل مربع تبدیل میکنم، میگم y مساوی میشه به در این قسمت به شکل کل مربع تبدیل میکنم. بعدا این قسمت پاک میکنم چون شما در درس قبلی گرفتین. باز از خاطر که تکرار شوه اگر یک تابع دیگه بیاید چه قسم کار میکنه؟ x مربع مثبت 6x مثبت 6. این تجزیه میکنم x مربع مثبت، اما قبل از باید یک فرمول هم نوشته کنیم. ما داریم a مثبت b کل مربع مساوی میشه با a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. خب این شما در صنف نهم خواندین دیگه و ضرور به این نیست که من ثبوت کنم که چه قسمت چرا در صنف نهم طبعا خواندین شه.
این ما وقتی که a مربع میگم x مربع 2 ضرب a ضرب b، پس این قسمت عدد یک 2 بتم 6 چی کار کنم که تجزیه شود به 2؟ پس تجزیه میکنم به 2 ضرب 3x و مثبت 6. قسمت اخیر گفته شما چی نکنید؟ تجزیه نکنید. خب ما کوشش میکنم از اول که ما اگر در اینجا بگویم این به تبدیل کنم، جذر از این قسمت میگیرم، جذر از این قسمت میگیرم، این به خلاص میکنم a، این به خلاص میکنم میشه b، علامه را از حد وسطی میگیرم، دور کل مربع. در صورت که جذر پورا نداشته باشه این از اینجا b را میگیرم یا ضریبش میگیرم، مشکل نیست. در هر صورت شما میتونید که پیدا کنید شکل اولیشه، یعنی به شکل کل مربع. ما تابع را دوباره نشته میکنم، a مثبت b کل مربع مساوی میشه با a مربع مثبت 2 ضرب a ضرب b مثبت b مربع. خب بیاین ما جذر میگیرم، جذر قسمت میگیرم، جذر قسمت میگیرم. جذر x مربع است x. آیا 6 جذر پورا داره؟ خب طبعا شما میفهمید که جذر پورا نداره. پس چی کار کنم؟ در این قسمت ما b مربع داریم جذر، اگر می پورا نباشه اینجا b است. x گرفتن هم میتونیم x b نیست. کدام است؟ 3 b است. پس نشته میکنیم 3 علامه از کدام حد؟ از حد وسطی کل مربع. این دور میارم در قسمت کل مربع. پس ما نشته میکنیم که x مربع مثبت 6x مثبت 6 مساوی نیست، تقریبا مساوی است یا معادل است با x مثبت 3 کل مربع، اما مساوی نیست، پس باید مساوی شود. چی کار میکنم؟ به خاطر که ما اطمینان حاصل داشته باشم این انکشاف میتونم که هست یا نیست. a مربع مثبت 2 ضرب a ما چیست؟ x ضرب b ما چیست؟ 3 مثبت b مربع مثبت 3 مربع. خب x مربع خودش مثبت 2 3 6 چی؟ x مثبت 3 مربع 9. x مربع مثبت 6x مثبت 9 دارم، اما اینجا x مربع مثبت 6x، اینجا 6 دارم مثبت 6 و در قسمت مثبت چند دارم؟ 9 دارم. پس ما میگه این دو تا مساوی نیست. پس اینش 9 را چی کار کنم که به 6 تبدیل شود؟ این را چی نشته کنم؟ منفی چند؟ 3. پس من اشتم میکنم x مربع مثبت 6x مثبت 6 مساوی است با، آیا این دو تا مساوی است؟ بله، میگم x مثبت 3 کل مربع منفی 3. پس ما بعد از این تابع خود x مربع مثبت 6x مثبت 9 نشته نمیکنیم، نشته میکنیم x مثبت 3 کل مربع منفی 3. تابع ما به شکل تبدیل شد به شکلی که ما میخواستیم. یعنی حال ما میتونیم انتقال افقیش هم چک کنیم، انتقال عمودیش هم چک کنیم و بفهمیم که انتقال افقی عمودی داره. اگر طوری می آمد، فرض مثال اگر ما داشته باشیم x مربع مثبت 4x مثبت 4، این جذر میگرفتیم، اینم جذر میگرفتیم، این به خلاص میشه x مثبت 2 کل مربع میشد. بازم نوشته می که y مساوی به x مثبت 2 کل مربع. شما میفهمید اگر کل مربع بود اینجا عدد نباشه، تنها انتقالی که صورت میگیره انتقالش چی صورت میگیره؟ افقی. اما در اینجا ما بر علاوه که انتقال افقی داریم، انتقال چی هم داریم؟ عمودی داریم. خب این قسمت شما گرفتین. در درس قبلی ما این قسمت در سوال قبلی که کار کردیم در سوال قبلی نخیر کار نکردیم، برای که ما گفتیم در ترکیب عمودی و افقی یک قسمت اضافه میشه که او را در صنف 9 خوندین. این به خاطر کار کردیم که شما یادتون به. خب ما تابع خود با این شکل آوردیم. این قسمت پاک میکنیم، میم سراغ گراف خود که گراف چه قسم رسم کنیم. گراف رسم میکنیم. اول بین اینجا این قسمت و این قسمت. عدد 3 نشان دهنده چیست؟ انتقال عمودی. چی؟ هم علامه. عدد مثبت کل مربع. انتقال افقی. چی؟ مخالف
علامه، مخالف العلامه، این داریم. اینم نوشته کرده تا آخر میمونیم که شما بفهمید که از مغالطه است پیش تون نشود که شما بگوین این عدد 3 چه قسم، چون اردوش مثبت، اگر کدام عدد دیگه مشکل نداشته تفکیک میتونید، اما مثبت منفی 3 یک علامه فرق داره، در حالی که از نگاه عددی شما میبینید که بسیار فرق. 6 عدد، یک عدد از مثبت 3 از منفی 3 که به اندازه 6 رقم بالاتر است. خب بر صورت حال ما کار میکنیم که باید قیمت گذاری کنیم، قیمت های خود بیافیم، اما پیش از او هم یک کار میکنیم، تابع ما متزاید است یا متناقص است. این رو مفاهیم تابع ما تابع خواندیم، تابع متزاید چیست، تابع متناقص. تابع متزاید تابع رو گفتیم، تابع رو گفتیم که ایش بزرگ از صفر باشه، ای بزرگ از صفر باشه، یعنی علامه‌اش هم رسم کردیم چی باشه، مثبت، و ای کوچک از صفر اگر باشه علامه‌اش منفی است، او رو تابع رو میگه تابع چی، متناقص یا کم شونده. اینجا شما ببینید از x مربع ای یعنی ضریب x مربع، علامه x مربع چیست، مثبت است. پس نوشته کنید که تابع متزاید است. تابع چیست؟ متزاید می باشد. تابع متزاید می باشد. پس تا این قسمت ما قیمت های مقدماتیش دادیم، ما یعنی تفکیکش کردیم، ما سوال آماده ازی کردیم که حل شود. حالا میم قیمت گذاری میکنیم. برای اینکه قیمت گذاری کنیم اینجا یک جدول رسم میکنم، این میگم x ای y. خوب است همیشه به این شکل قیمت گذاری کنیم. ما شما قیمت میتیم از کوچکترین عدد شروع میکنیم تا بزرگترین عدد، اما در این قسمت کوشش شاید قیمت های ما شما اشاری برای اشاری هم خیر قیمت ها رو بزرگتر میگیریم، خانه های کمیات وضعیه را یا فاصله بین نقاط کمیات وضعیه را بزرگتر میگیریم، خانه های اشاری هم میرسانیم. صحیح؟ پس به قیمت میتیم از صفر. اول قیمت میتیم بازم همین تیر رسم میکنیم که اول x قیمت میتیم، صفر قیمت میتیم. x وقتی که صفر قیمت میتیم y مساوی میشه به y مساوی میشه به صفر 3 مربع 9. به شکل میشه صفر جمع 3 کل مربع منفی 3. y مساوی میشه صفر جمع 3 صفر، 3 مربع 9 از 9 3 بر 6. پس y ما مساوی به چند است؟ 6 است. قیمت دیگه میتیم x. قیمت میتیم شه 1. عدد بزرگ میشه اگرچه 1. بر صورت y مساوی میشه به 1 جمع 3 کل مربع منفی 3. y مساوی میشه 1 جمع 3 4 4 مربع 16 16 که 3 بره 13 دیگه باقی میمونه 13. دیگه عدد بزرگ قیمت مثبت قیمت نمیتیم، میگیم کوچک شو، قیمت ها کوچک شو و نزدیک شو به هم دیگه. قیمت میتیم x منفی 1. x منفی 1 قیمت میتیم میشه y مساوی میشه به منفی 1 جمع 3 کل مربع منفی 3. y مساوی میشه منفی 1 جمع 3 مثبت 2 مثبت 2 2 مربع 4 منفی 3 مساوی میشه به چند؟ 1. پس در مقابل منفی 1 مثبت 1 قیمت گرفت. یک قیمت دیگه هم x میتیم، باز بعد از میریم سراغ y قیمت بتیم. باید x قیمت میتیم منفی 2 منفی 2 y مساوی میشه به منفی 2 جمع 3 کل مربع منفی 3. y مساوی میشه منفی 2 جمع 3 مثبت 1. مثبت 1 مربع کن 1. 1 منفی 3 مساوی به منفی چند؟ 2. در مقابل منفی 2 قیمت چند گرفته؟ منفی 2. خب این ما خط از خاطر رسم کردم، این طرف نوبت به y قیمت میتونم. قسمت پاک میکنم، این قیمت گذاری رو شما یاد دارین و در عین که حل میکنم شما میفهمین. نوبت به این میرسه که ما بین قیمت بتیم شه y قیمت بتیم. y قیمت های میتیم که عموما صدق کنه، صفر قیمت نمیتون. به دلیل صفر قیمت نمیتون قیمت اشاری میه. اگر بیاین قیمت بتیم ببینید که اشاری میه. اشاری چون ما دقیق اینجا رسم نمیتونیم، گراف کتابچه گراف نیست، شما در کتابچه گراف کار میکنید طبعا دقیق ماشین حساب است، خط کش است پیشتون، اما ما با مارکر نمیتونم. هر چی که ما کوشش کنم بازم قیمت ها دقیق نمیه. ما برای اینکه اطمینان حاصل شما پیدا کنین اول صفر قیمت میتونم. صفر آیا صفر صدق میکنه یا نه؟ میگم
x مثبت 3 کل مربع منفی 3 مساوی به 0. y 0 قیمت دادیم. x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه به 3. اطراف اگر جذر بگیرم این خلاص میشه، اما 3 جذر پورا داره نه، میگن جذرش 1.77 چند است. پس ما شما میگیم این قیمت نمیتیم، قیمت نه. دلیلش هم گفتم شما اگر 0 قیمت میتین در کتابچه‌تون حل میکنین برای از یک تمرین کرده باشین مشکل نیست. اما بازم میگم بیا اینجا تیر رسم کنیم، میگیم اینجا y قیمت دادیم اول. این به حساب رمز ما شماست که اگه تیر x اول قیمت داده اینجا y قیمت داده. من میرم یک قیمت میتونم، آیا یک صدق میکنه؟ ما داریم x مثبت 3 کل مربع منفی 3 مساوی میشه به 1. x مثبت 3 کل مربع مساوی به 1 جمع 3. و x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه به 1 جمع 3 4. اطراف چی میگیریم؟ اما اصطلاح ریاضی را که گفتم قبلا در درس دوم گفتم که همیشه که میگه اطراف جذر میگیریم. این قسمت جذر بگی تا اینجا و این قسمت جذر بگی. مربع با جذر چی میشه؟ خلاص چی میمونه؟ x مثبت 3 مساوی میشه به یک عدد از جذر میبره، همیشه دو علامت داره، مثبت منفی چند؟ 2. پس در مقابل یک قیمت دو قیمت برآمد. این قسمت به دو بخش تقسیم میکنم x 1 مساوی میشه به مثبت 2 رو میگیرم، مثبت 2 مثبت 3 طرف انتقال میتونم منفی 3. x 2 رو انتقال میتونم منفی 2 رو میگیرم و مثبت 3 طرف انتقال میتونم منفی 3. x 1 مساوی میشه از مثبت 2 که منفی 3 بر علامه بزرگ است تفریق میشه منفی از 3 که 2 بر 1 و منفی 2 منفی 3 منفی 5. پس ما شما میگیم که در مقابل از که y ما چند قیمت دادیم؟ 1. y 1 قیمت دادیم، 2 قیمت برآمد. کوشش کنید که تیر رسم نکنین، کفایت میکنه. در مقابل یک خودتان تفکیک میتونین، اما این رو باز میگم از خاطر که شما فرق کنین، گت نخوره از پیشتون. پس ما میگیم در مقابل 1 منفی 1 و منفی چند؟ 5 قیمت گرفت. یک قیمت دیگه هم میتونم y، قیمت دیگه هم میتونم که چند میبره. در مقابل 1 اینه منفی 1 و منفی 5. قیمت دیگه هم میتونم که باز صدق کنه. اگر قیمت دیگه ای که ما میتیم اینجا، ما اگر قیمت 2 بانم 3 را او طرف انتقال بتیم 5 باز جذر پورا نداره. عدد 6 قیمت میتیم. پس عدد 6 دیگه قسمت میگذاریم، میگیم x مثبت 3 کل مربع x مثبت 3 کل مربع منفی 3 مساوی به 6. فرق نمیکنه اینجا 6 نوشته کنیم یا این طرف مساوی، فرق نمیکنه انتقال بتیم. x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه 6 منفی 3 طرف انتقال بتیم مثبت 3. x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه به 9. اطراف چی میگیریم؟ جذر میگیریم. اطراف که جذر گرفتیم مساوی میشه به x مثبت 3 مساوی میشه جذر 9 چند است؟ مثبت منفی چند است؟ 3. خب این رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی میگیم x1 و دیگهش میگیم x2. x1 مساوی میشه مثبت 3 رو میگیریم، مثبت 3 رو خودش مثبت 3 دیگر این طرف انتقال بتیم میشه منفی 3 و x2 مساوی میشه منفی 3 رو داریم، مثبت 3 رو باز انتقال بتیم منفی چند میشه؟ 3 مساوی میشه مثبت 3 و منفی 3 با هم دیگه خلاص میشه 0 میشه و منفی 3 و منفی 3 میشه منفی 6. پس ما میگم در مقابل مثبت 6 قیمت دادیم بر y، بر x 2 قیمت به دست آمد که یک قیمتش است 0 و قیمت دیگه است چند؟ منفی 6. این پاک میکنیم. یک قیمت دیگه میتیم باز میریم سراغ گراف و گرافش رسم خواهد کردیم. قیمت دیگه باز هم شما خودتان این را تحلیل کنید که کدام قیمت بتیم که یک عدد باشه. البته هر قیمت بتیم قیمت به دست خواهد آمد، اما مشکل اساسی چیست که ما بر روی محور کمیت وضعیه کوشش میکنیم که یک عدد ثابت باشه، یعنی کسری و اشاری نباشه. یک عدد باشه اول بسیار بزرگ نباشه، دوم اگر بزرگم بود عدد ثابت به دست بیاد. خب اگر من 13 را قیمت بگذارم میتونم که به عوض y اگر 13 قیمت بگذارم یک قیمت ثابت به دست میارم. چرا 13 را ما داریم منفی 3 طرف بیارم مثبت 3 میشه، 13 و 3 میشه مثبت 16. 16 شما میفهمید که جذر چند است؟ مثبت منفی 4 است. پس به قیمت بگذارم x مثبت 3 کل مربع x مثبت 3 کل مربع منفی 3 مساوی میشه به 13. x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه 13 خودش منفی 3 این طرف انتقال بتین میشه مثبت 3.
x مثبت 3 کل مربع مساوی میشه 13 و 3 میشه 16. اطراف چی میگیریم؟ طبق معمول جذر باید بگیریم. خلاص میشه x مثبت 3 مساوی میشه به مثبت منفی چند 4. باز هم پروسه قبلی رو به دو بخش تقسیم میکنیم، میگیم x1 و دیگهش چی میشه x2. x1 ما مثبت 4 خودش منفی مثبت 3 را طرف انتقال بدیم میشه منفی 3 و x2 مساوی میشه منفی 4 خودش چون مثبت منفی 4 است. مثبت 3 را طرف انتقال بدیم میشه منفی 3. از 4 مثبت 4 و منفی 3 میشه مثبت 1 و منفی 4 و منفی 3 میشه منفی 7. پس در مقابل عدد 13 که بر y ما قیمت دادیم دو قیمت دیگه به دست آوردیم بر x. او قیمت ها عبارت از چند است؟ مثبت 1 است و منفی چند است؟ 7 است. تا اینجا ما قیمت دادیم، تنها برای تابع خود قیمت دادیم. پس حالا میریم سراغ از اینکه گرافش باید رسم کنیم که در مقابل قیمت هایی که دادیم چه قسم یک گراف به دست خواهد آوردیم. چیزی که مهم است بر شما بگم یک قیمت در این قسمت البته تکرار شده که از اون قیمت ما شما صرف نظر میکنیم از یکش، البته از دوش نه. x 1 و 13 چرا سعی کنیم مثبت 1 و مثبت 13. پس اگر این قیمت دادی ضرور نیست این قیمت بدی، اگر این دادی او قیمت نمیگذاریم چون اردوش بالای یک نقطه خط تقاطع به حساب منطبق با هم دیگر خواهد شد. این x است و این میگم x زبر، این y و این y زبر. البته منفی y هم میتونن بگیرین. این نقطه چیست؟ صفر است. بعض دیگه قسمت ما چیزی نوشته کردیم انتقال افقی، گفتیم مخالف العلامه. مخالف العلامه پس میگیم x مثبت 3 مخالف العلامه چند میشه؟ منفی 3. میگیم منفی 1 یعنی منفی 2 و این منفی 3. و انتقال عمودی را گفتیم که هم علامه است، هم علامه. پس منفی 3 است. y چند است؟ منفی 3 یعنی منفی 1 منفی 2 منفی 3 با هم دیگر وصل میکنیم. پس گرافی که ما رسم میکنیم این از این نقطه شروع خواهد شد. منفی 3 و منفی 3 فعلا رسم میکنم، اگر بعدا ضرورت نشد میتونیم که پاک کنیم. قیمت ها رو میگذاریم. در مقابل x مساوی به 0 y مساوی به چند است؟ 6. در مقابل x مساوی به 0 y مساوی به 6. 1 ای 2 ای 3 ای 4 ای 5 و ای هم 6. این اگر زخیم هم ساختین مشکل نیست. پس اینی نقطه است که xش 0 yش است چند؟ 6. در قیمت نمیگذاریم. در مقابل x منفی 1 y مثبت 1 است. x منفی 1 y ما چند میشه؟ مثبت 1. این نقطه تقریبا گراف یک مسیر خود دیدین که تعیین کرده. در مقابل x منفی 2 y هم چند میشه؟ منفی 2. در مقابل x منفی 2 این منفی 2 y مساوی میشه به چند؟ y هم مساوی به منفی 2 است. منفی 2 این نقطه بعدش است. میم اینجا در مقابل x y مساوی به 1 x منفی 1 و منفی 5 y میگذاریم قیمتش 1. این 1 این قیمت y مساوی به 1 y x مساوی به چند؟ منفی 1 این قیمت گرفته و دیگه x مساوی به منفی 5 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 و منفی 5. پس این نقطه رو اینجا وصل میکنم. این دیگه نقطه در مقابل x y میبخشین y مساوی به 6. این نقطه y مساوی به 6 است. xش 0 است، قبلا 0 ما قیمت دادیم. اینه یک قیمت دیگه پس اینجا تکراری است قیمت گرفته. در مقابل y مساوی به 6 x مساوی به منفی 6 میشه. y مساوی به 6 x مساوی به 6 منفی 6 1 2 3 4 5 این منفی 6. یک عمود رسم میکنیم. البته شما توسط خط کش استفاده میکنید کوشش کنید دقیق تر باشه قیمت ها. در مقابل y مساوی به 13 یک قیمت بسیار بزرگ است. تا اینجا 6 شده. این 7 این 8 این 9 این هم 10 این رو پاک میکنیم ادامه میتیم میشه 10 این 11 این 12 و این هم 13. در مقابل y مساوی به 13 یک قیمتش ما و شما مثبت 1 میگیریم دیگهش چند میگیریم؟ منفی 1. x مثبت 1 این اینجا مثبت 1 و xش مساوی به مثبت 1 و دیگهش است xش مساوی به منفی 7. تا اینجا منفی 6 بود و این رو قیمت هم میگیرم منفی 7.
حالا نقاط با هم دیگر وصل میکنیم. نقاطی که موجود است سعی کنیم این مسیر باید چی کنه؟ طی کنه. البته این بعدا ضخیم میسازیم. دیگه کدام نقاط است؟ این نقاط. این گرافیک البته اتونیست که محدود شده باشه، این دیگه هم ادامه داره. هر چقدر قیمت بتین تا لایتان قیمت میگیره. پس این گرافیک ما شما رسم کردیم از کدام تابع است؟ y مساوی میشه به y مساوی به x مربع مثبت 6x مثبت 6 که یا y مساوی میشه به x مثبت 3 منفی 3 که مساوی میشه با y مساوی به x مثبت 3 کل مربع منفی 3. در این سوال که ما شما حل کردیم بر علاوه که گراف رسم کردیم، یک تجربه خوبی بود بر انتقال عمودی افقی. چه قسم یک تابع را ما انتقال عمودی افقیش میتونیم پیدا کنیم یا دریافت کنیم؟ شما رو نوت کنین. در درس 11 ما باقی مانده درس 10 سوالش کار کردیم. خدا کنه فهمیده باشید. اما بیاین بریم سراغ فصل 4 ما. در فصل 4 چه چیزا رو ما خواندیم؟ ما شما در پولینوم ها که خواندیم عملیات چهارگانه، یعنی اول پولینوم معرفی کردیم که پولینوم به چند قسم از درجه پولینوم چیست، چه قسم کار به حساب پولینوم ها تغییر میکنه، بینوم چیز، مونوم چیز، تمامش کار کردیم. بعد از اینکه ما تمام نامگذاری ها، درجه بندی ها، تمام کارهای خود کردیم، باز بعد از اون ما شما رفتیم سراغ از اینکه پولینوم عملیات چهارگانه را اجرا کنیم بالاش. در این قسمت ما شما، یعنی وقتی که ما تابع را روز اول تعریف کردیم، تابع چی است؟ بعد از تابع رفتیم انواع تابع ها که تانوز گراف های شکل انتقالات و تمام چیز، تمام خواص ها و تمام جزئیات یک تابع را ما فهمیدیم. حال ما شما عملیات چهارگانه تابع را میخونیم. عملیات چهارگانه تابع یا عملیات چهارگانه تابع ها. طبعا شما وقتی که میگم عملیات چهارگانه کلگیتان میفهمین که عملیات چهارگانه عملیه جمع، عملیه تفریق، عملیه ضرب و عملیه تقسیم. اگر دو تابع پولینومیالی، دو تابع کسری و یا دو تابع جذری و یا هم تابع پولینومیالی با جذری، تابع پولینومیالی با کسری، تابع جذری با تابع کسری یک جای شوه، آیا در ساحه تحول از یا به حساب اگر در حساب ستها بگیم اتحاد اگر کنن چی چیزا میسازن؟ آیا ساحه تحول از تغییر میکنه یا نه؟ اگر تغییر میکنه تحت کدام شرایطی تغییر میکنه؟ پس ما در درس 11 که اولین عنوانش هم میخوانیم، از درس 11 عملیه توابع یا عملیات چهارگانه، عملیات چهارگانه تابع یا توابع مجموعش. عملیات چهارگانه توابع اولین عملیه که کار میکنیم ما عملیه عملیه جمع توابع یا تابع ها. عین عملیه جمع پولینوم ها جمع میکنین، اما تفاوتش چیسته؟ وقتی که ما میگم پولینوم یا تابع تفاوتش چیسته؟ شما میفهمین که ما پولینوم ها رو جمع میکنیم، میگم پولینوم ای جمع پولینوم ای بی مساوی به چیست. ما کار نداریم که ساحه تحول زیده کجاست، با کدام اعدادی صدق میکنه با کدام اعداد صدق نمیکنه. اما در تابع ها یا توابع وقتی که شما دو تابع را جمع میکنین باید اینم در نظر بگیرین این تابع با تابع بعدی که جمع میشه آیا ساحه تعریفش یا اتحاد میکنه. حالا دیگه جمع نگوییم، اگر اتحاد میکنه کدام ساحه تحول قبلا داشت و حال کدام ساحه تحول داره. خب برای اینکه شما خوبتر بفهمین بین یک سوال در نظر بگیریم، در سوال خوبتر میفهمین.
این قسمت هم پاک میکنم. عملیات چارگانه تابع، عملیه جمع تابع ها یا توابع. فرض مثال من یک تابع دارم که f(x) برای شما داده مساوی به 3x جمع 1 و gx مساوی میشه به 3x مربع منفی 5x مثبت 6. بر شما میگه f میبخشین قوس شروع f جمع g x میگه محاسبه کنین چند میشه. f جمع g x چند میشه. یا اتو میگه اگر f اتحاد کنه با g جوابش پیدا کنین چند میشه. و یا اتو نشته میکن اگر f x اتحاد کنه با g x چی خواد بود؟ یا ساحه تحولش هم اینمی جابگاه بر ساحه تحول هم هستک. جابگاه بر ساحه تحول هستک. پس ما شما از این سه تا هر حل میکنیم که فاید میکنه که حل کنیم و اینمی جابگاه برای هر سه سوال از هستک. یا سوال که از شما میشه اگر تابع f جمع gx جمع شود چی میشه؟ اگر f اتحاد کنم با g و یا fx اتحاد کنم با gx چی میشه؟ خب ما سوالا را جوابش با یک کلمه میتونیم که با یک حل میتونیم کلش جواب بدیم. خب در قدم اول چی کار میکنی؟ نشته که fx مساوی میشه به 3x جمع 1. من این قسمت نشته میکنم تابع پولینومیالی است. پولینومیالی می باشد. خب شما در درس های قبلی خواندین می باشد. چرا مخرجش یک است یا مخرج نداره؟ تابع قبلا گفتیم تابعی که مخرجش یک باشه و یا تابعی که عدد ثابت در مخرج باشه او تابع رو به نام تابع پولینومیالی یاد میکنه. تابع پولینومیالی پس وقتی که می باشد نوشته کو x قوس شروع x شامل اعداد حقیقی است طوری که x تقرب میکنه یا قیمت میگیره از منفی لایتنایی الا کدام قسمت؟ مثبت لایتنایی. این تابع اولی. تابع دومی رو نشته کنین gx قسمت خط میگیرم gx مساوی میشه به 3x مربع مثبت میبخشین منفی 5x مثبت 6. مخرج از این چند است؟ مخرج از این یک است. پس این هم تابع پولینومیالی می باشد. تابع پولینومیالی می باشد. تابع پولینومیالی چقدر تقرب میکنه؟ از کدام قیمت تا کدام قیمت؟ عین تابع قبلی. x شامل اعداد حقیقی هست. بله هست. طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی. خب اینه که نوشته کردین. پس بین f جمع gx حل کنین. f این قسمت هم خط میگیریم که جدا یعنی جدا است. جدا حل میکنیم. این قسمت هم این از اول تا آخر کار میکنم. پس ما میگیم f x جمع g x مساوی میشه به قوس بزرگ بگیرین تابع اولی رو نوشته کنین. چند است؟ 3x مثبت 1 جمع قوس شروع قوس دیگه 3x مربع منفی 5x مثبت 6 قوس بسته مساوی میشه به حدود مشابه یادتان است در پولینوم ها. پس میگیم 3x امروی 3x مربع جمع نمیشه. 3x مربع را خودش نوشته کو حدود مشابه نداره. مثبت 3x و منفی 5x میشه منفی 2x و مثبت 1 و مثبت 6 میشه مثبت 7. پس من نوشته میکنم جواب نوشته میکنم. دلتیره نوشته که دلتیره نوشته که دلتیره نوشته کردی نوشته کو f اولش نوشته میکنم میبخشین مثبت g چی قوس x مساوی میشه با چند؟
3x مربع منفی 2x مثبت 7. این چیز است. این عملیه جمع پولینوم هاست. شما میفهمین این عملیه جمع پولینوم ها را، اما به شکل فوق العاده ساده است پولینوم ها کرده، چون تعداد افاده ها کم است. خب اینو من حل کردم، اما این تکمیل نشه. اگه شما به این قسم نشته کنم ممکن است غلط بگیرن، به خاطر که تو اتحادش نشته نکردی. پس نشته کو به این شکل این قسمت نشته میکنم. اگر f(x) اتحاد کنه با gx پولینوم 3x مربع منفی 2x مثبت 7 ساخته، این هم پولینومیالی است. با یک خط است. مخرج چند است؟ مخرج یک. پس میگم x شامل اعداد حقیقی است، طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی. اینجا یک کامه بتین. این قوسش. این است عملیه جمع چی؟ توابع. در عملیه جمع توابع اگر ممکن است اگر به شکل کسری به وقت دیگه این ساحه تحول نمی داشته باشه. شما در توابع کسری میفهمین که مخرج مساوی به صفر قرار میدیم، پس وقت مخرج مساوی به صفر قرار بدین. حالا ما پیدا کردیم f(x) جمع gx شد 3x مربع، یعنی جمع 3x مربع نوشته میکنم که غلط نشه. 3x مربع منفی 2x مثبت 7. این چیز پولینومیالی است. بله پولینومیالی است. جمع کردیم، پس پولینومیالی از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی است. ما حل کردیم. جوابگو برای است. اگر شما میگین f(x) اتحاد کنیم با gx چی را میسازه؟ میگین 3x مربع منفی 2x مثبت 7. اگر بگه f جمع g اگر اتحاد کنه باز میگن 3x مربع منفی 2x مثبت 7. همین جواب گوسته. f جمع gx همون چیز 3x مربع منفی 7x مثبت 2 جواب گوسته. خب این بود سوال عملیه جمع توابع. عملیه جمع توابع این را شما بگیرید. بعد از این سوال دیگر را کار میکنیم که سوال دیگر و عملیه تفریق توابع را کار میکنیم. این سوال شما بگیرید. سوال دوم طوری مطرح میکنیم که ممکن است از شما طور دیگر سوال شود. میگه بعد از اینکه تو ترکیب توابع را پیدا کردی، قیمت از این تابع را پیدا کن، قیمت واقعیش پیدا کن، قیمت آخریش پیدا کن که چه قسم پیدا میکن. باز میگم مثال دوم در نظر میگیریم. مثال دوم اگر داشته باشیم بر ما بگه hx یک تابع را h مینامیم. hx تا هنوز fx گفتیم. شاید همیشه شما بگین fx چرا میگن hx ax فرق نمیکنه. h یعنی نامگذاری و x یعنی متحولش باید چی باشه؟ x باشه. اگر h a بود بفهمیم که متحولش چیست؟ a است. hx مساوی میشه به 3x مربع منفی 5x منفی 10 ای باشه و k x باشه 2x مربع مثبت 8x منفی 5 بر 2. 5 بر 2 باشه. فرق نمیکنه. کسری نیست، پولینومیالی است. اولین کاری که میکنین ساحه تحولش رو پیدا کنین. خب ضرور نیست ساحه تحولش رو مستقیم میگم. در این تابع میگم x شامل اعداد حقیقی است، طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی. هیچ ضرور نیست که راجع به این گپ بزنیم. دلیل چی که پولینومیالیست مخرجش یک است، یا اگر یک هم نیست هر عدد دیگه هم اگر باشه، اگر متحول نداشته باشه ساحه تحولش از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی. بعد از این میریم از این هم نشته میکنم. میگم x شامل اعداد حقیقی است. بله هست. طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنایی تا مثبت لایتنایی. این شد. ما شما این معلوم کردیم. بعد از اون سوال چه قسم میه؟ از شما سوال به این شکل ممکن است شود. اگر h باشه بگه جمع k شوه، شما h دورم پیدا کو که چند میشه. یعنی همزمان از شما دو سوال کرده. ام گفته h جمع k کو و اردوش قیمت دورم پیدا کو. پس چی کار میکنیم؟
بیاین هر کدامش جداگانه نوشته کنین، بعد از حل میکنیم. میگم h x مساوی میشه به 3x مربع منفی 5x منفی 10 و k x مساوی میشه به 2x مربع مثبت 8x منفی 5 بر 2. من میخوایم اول h جمع k کنم. میگم h جمع k متحولش چیست؟ x مساوی میشه. قوس بگی؟ اینجا یک قوس بزرگ بگی. 3x مربع منفی 5x منفی 10. 3x مربع منفی 5x منفی 10 جمع 2x مربع مثبت 8x منفی 5 بر 2. 2x مربع مثبت 8x مثبت است منفی 5 بر 2. قوس بزرگ بسته. اینی رم عدد 2 سمت نوشته میکنم که شما فرق بترین. h جمع k متحولش x مساوی میشه به 3x مربع امرای 2x مربع علامه از هم مثبت است، هم مثبت است، مثبت در مثبت هم شد، مثبت 5x مربع میشه. منفی 5x مثبت 8x متفاوت العلامه یا مخالف العلامه است، تفریق میشه. 8 بزرگ است، علامهش هم بزرگ است. از 8 که 5 برم میمانه 3x. خب منفی 10 و منفی 5 بر 2 هر دوش یکسان است. بیاین این جداگانه دو طریقه کار میکنم. منفی 10 منفی 5 بر 2 این یادتان حتما هست. مخرج از چند است؟ 1. مخرج مشترک میگیرم. 1 ضرب 2 2. مخرج مشترک 2 تقسیم 1 2 2 منفی 20. 2 تقسیم 2 1. 1 ضرب 5 5 مساوی میشه منفی 20 منفی 5 منفی 25 بر 2. و یا اگر به این شکل نتونه آسان کدام است؟ منفی 10 را نوشته کو، منفی 5 بر 2 را نوشته کو. این را ضرب ازی کو امرای ازی، اگر جمع شد جمع کو، تفریق کو تفریق. 2 20 20 اردوش هم علامه است جمع میشه. 20 جمع 5 25 بر 2. از اردو علامه چی میکنی؟ یکشم میگیری. پس خوب است که امی آسان طریقه آسان یا اصطلاح عامیانش که حال فعلا رواج شارت کات میگن تو به حساب زود به جواب برسیم. اردو علامه یک است. از اردو علامه یک بگی 2 20 20 جمع 5 25 25 بر چند 2. پس ما میگیم h جمع k x مساوی به چقدر شد؟ 5x مربع مثبت 3x منفی 25 بر 2. این چیست؟ پس میگن h با k چی کرده؟ اتحاد کرده. چی را ساخته؟ 5x مربع مثبت 3x منفی 25 بر 2 را ساخته. ساحه تحول از این چیست؟ از 5x مربع مثبت 3x منفی 25 بر 2 ساحه تحولش چیست؟ مساوی میشه. قوس بگی x شامل اعداد حقیقی است طوری که x قیمت میگیره. آیا کسری است؟ کسری نیست. تابع کسری نیست. اینجا کسر است، این تقسیم میشه، عدد ثابت میشه. اما اگر x باشه اینجا 25 تقسیم x میشه نه. پس میگیم تابعش چیست؟ پولینومیالی. تابع پولینومیالی کدام ساحه تحول داره؟ ایره داره. x از منفی لایه تنوعی الا مثبت لایه تنوعی. این قوس هم عین چیز بگیریم، کوشش شو که متناظر باشن. اما حل کردیم. بر ما گفته بود h جمع k چی را پیدا کنین؟ 2. پس در این قسمت میگم h جمع k چی را پیدا کنین؟ 2. پس مساوی میشه. عوض x ما اینجا داریم x. عوض x کو تو چی را وضع کو؟ 2 را. 5 ضرب 2 مربع 5 ضرب 2 مربع مثبت 3 ضرب 2. این x را نه منفی 25 بر 2. h جمع k 2 مساوی میشه به 2 مربع 4 5 4 20 مثبت 3 2 6 منفی 25 تقسیم 2 کنین 12.5 مساوی میشه به 20 جمع 6 26. از 26 که 12.5 تفریق کنیم چند میمونه؟ 26 منفی 12.5.
اینجا اشاره 0 یا تا نسا صنفای قبلی حتما یک سرزی قرض میکنین 10 از 10 5 بره 5 دیگه باقی. اینجا چند باقی؟ 5 از 5 که 2 بره اشاره 3 و اینجا مونده یک 2 مونده از 2 که 1 بره 1 13 اشاره چند میمونه؟ 5. پس ما میگیم جوابش 13 اشاره 5. در قسمت خلاصه نوشته کنیم به طور خلاصه H جمع K 2 مساوی میشه به 13.5. اینجا نوشته کنین جواب نهایی. با تمام جزئیاتش ما حل کردیم. با تمام جزئیاتش حل کردیم. هم ساحه تحولش پیدا کردیم. هم تابع رو جمع کردیم و هم قیمت گذاری کردیم. این بود یک سوال جمع توابع. شما جمع توابع را که گرفتین یا اتحاد توابع میگن، ما شما میرین سراغ عملی تفریق توابع. عملی تفریق توابع را سوال کار میکنیم. شما فعلا سوال عملی جمع توابع یا اتحاد توابع رو بگیرید. عملی جمع توابع را ما کار کردیم. حالا میریم عملی تفریق. عملی تفریق هم عین عملی جمع است، اما با تفاوت از این که در عملی جمع در عملی تفریق میبخشین شما اگه یادتان مانده باشه در عملی تفریق پولینوم ها علامه مفروق منه را تغییر میدادین. اینجا هم عین چیز علامه را تغییر بدین مشکل نیست. پس بیاین حل کنیم. اگر ما داشته باشیم f(x) مساوی میشه به 4x مربع منفی 10x مثبت 5 یک پولینوم و دیگه دارم kx مساوی میشه به منفی 3x مربع مثبت 18x منفی 6. همزمان میگه f منفی k چقدر میشه و همچون دونه میگم سیرم پیدا کو f منفی کرم پیدا کو سیرم پیدا کو. مستقیم تست نوشته میکنیم. حالا میفهمیم که چیست اینجا در قسمت بالای تخته فهمیده نمیشه. میگم پولینومیالیست. بله میگم این پولینوم پس x شامل اعداد حقیقی است. بله شامل اعداد حقیقی است طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنوی الا مثبت لایتنوی. بله قیمت میگیره. دومش هم نوشته میکنم x شامل اعداد حقیقی است. بله طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتنوی الا مثبت لایتنوی. اینم نوشته کردیم. f منفی k. اول f نوشته کنیم تابع f(x). f(x) مساوی میشه به 4x مربع منفی 10x مثبت 5. k را نوشته کنیم kx مساوی میشه به منفی 3x مربع مثبت 18x منفی 6. بیاین در قسمت میگم خط میکشه که جدا نشان بده. f منفی k. اول f منفی k مساوی میشه f نوشته کو 4x مربع 4x مربع منفی 10x مثبت 5 داخل قوس منفی قوس دیگه منفی 3x مربع منفی 3x مربع مثبت 18x منفی 6 قوس بسته کو قوس بزرگم بسته کو. f منفی k مساوی میشه به قوس شروع علامه در قسمت چیز مثبت مثبت ضرب مثبت 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 ضرب منفی منفی مثبت ضرب مثبت مثبت 4x مربع منفی 10x مثبت 5 منفی ضرب منفی مثبت 3x مربع منفی ضرب مثبت منفی 18x منفی ضرب منفی مثبت 6. علامات تغییر کرد. اینجا منفی بود چی شد؟ مثبت. این مثبت بود چی شد؟ علامش منفی و این منفی بود تبدیل شد علامش به چی؟ مثبت. حالا بگوین f منفی k مساوی میشه به 4x مربع ما 3x مربع علامش یکسان است. پس میگم 7x مربع منفی 10x منفی 18x
یکسان است، پس نوشته میکنم منفی 28x مثبت 5 و مثبت 6 علامهش یکسان است، میگم مثبت چند 11. میگم پولینومیالی است، بله پولینومیالی است، پس نوشته میکنم x شامل اعداد حقیقی است، طوری که x قیمت میگیره از منفی لایتانه s الا مثبت لایتانه. پولینومیالی است. اما گفته f منفی k 3. این f منفی k بود، پس نوشته کن f منفی k عدد نظر به ثابت 3. 7 ضرب 3 مربع منفی 28 ضرب 3 مثبت 11 مساوی میشه به f منفی k 3 مساوی میشه 3 مربع 9 7 9 63 منفی 3 8 24 24 4 سلامت بر 2 3 2 6 6 2 8 84. اگر غلط نکرده باشم ضرب میکنیم 3 8 24 24 4 سلامت بر 2 2 حاصل 3 2 6 6 2 8 سیست مثبت چند 11. و بالاخره جواب در یک قسمت نوشته میکنم f منفی k 3 مساوی میشه به 63 منفی 84. از این تفریق میکنیم، از 14 که از 4 که 3 بره 1 باقی، از 8 که 6 بره 2 باقی، منفی 21 جمع 11. f منفی k 3 مساوی میشه به منفی 11 و منفی 21 مثبت 11 و منفی 21 منفی 11. منفی از 1 1 بره 0 میبخشین، از 1 0 از 2 که 1 بره 1 باقی منفی 10. پس جواب ما برای سوال که از ما شده پس f منفی k 3 چند است؟ منفی 10 است. ساحه تحولش چیست؟ تمام اعداد حقیقی است. این بودک درس 11 مضمون الجبر صنف دوم. در درس 11 ما شما توابع را فهمیدیم که توابع عملی جمع توابع چه قسم اتفاق میفته، یعنی چه قسم جمع کنیم، عملی تفریق چه قسم تفریق کنیم، ساحه تحولش چه قسم معلوم کنیم، آیا در ساحه تحولش کدام تغییر وارد میشه یا خیر. و یک سوال را کار کردیم ما از انتقال عمودی و انتقال افقی توابع. خب تا درس آینده را خداحافظتان. در درس آینده ما شما میریم عملی ضرب و عملی جمع توابع را کار میکنیم. تا درس آینده خداحافظ.